آشپزی تو دل طبیعت یکی از بهترین لذت‌های دنیاست. بیاین با هم توی دل طبیعت یه خوراک گوشت خوشمزه درست بکنیم که طعم و مزه‌اش عالیه. قبل از هر چیز مواد غذایی رو با چشمه آب معدنی که مثل یخ سرد بود شستم. فیله گوساله، گوجه گیلاسی محلی و پیازهای کوچولو که کلی غذامون رو خوشمزه تر میکنه. گوشت‌ها رو ریز خرد کردم و با چربی خود گوشت گذاشتم روی آتیش و کاملا سرخشون کردم. بدون اینکه هیچ روغنی بزنیم، فقط با چربی خود گوشت‌ها رو سرخ کردیم، بهش نمک زدم و گذاشتم کاملا آبش کشیده بشه. بعد از این مرحله که گوشت‌ها کاملا سرخ شد، بهش پیاز اضافه کردم و با پیازم دوباره کاملا سرخ کردم، بهش سیر اضافه کردم و مقداری نمک. بعد از اینکه گوشت و پیاز و سیر کاملا سرخ شدن، بدون اینکه هیچ ادویه‌ای بزنیم، فقط نمک زدم، داخل دیگ ریختم و آب جوش رو اضافه کردم و گذاشتم با حرارت متوسط حدود 2 ساعت بپزه. بعد از 2 ساعت که گوشتمون تقریبا پخته بود، به مایتابه دوباره برگردوندم و بهش گوجه گیلاسی ها رو اضافه کردم. تقریبا 20 دقیقه دیگه هم با گوجه گیلاسی ها پخت و گوشت کاملا نرم شده بود و بادمجونای سرخ شده رو اضافه کردم که طعم غذا رو خیلی بهتر کرده بود. حدود 1 رو دیگه گذاشتم بپزه و کاملا جا افتاده بود.